سلام، امروز اولین سفارش طراحی سایت برام ارسال شد و اومدیم که طراحی سایت رو براشون انجام بدیم و از اونجایی که تو ویدیو قبلی هم گفتم سفارش اول طراحی سایت رایگانه. اول صفحه اول سایت رو طراحی میکنیم که یه سایت فروش لوازم خانگی میخواستن. اول صفحه اولش طراحی میکنیم و کلی معرفی فروشگاه رو انجام میدیم. بعدش صفحه فروشگاه رو طراحی میکنیم، داخلش اجناس رو میتونیم قرار بدیم. یه برگه درباره ما هم طراحی میکنیم که اونجا اطلاعات فروشگاه رو داخلش قرار میدیم و در آخر هم یه صفحه سبد خرید اضافه میکنیم که مردم بتونن سفارششون رو وارد سبد خرید کنن و از اونجا سفارش بدن. حالا میریم برای خرید هاست و دامنه که سایتشون رو روی اینترنت قرار بدیم. یه هاست رایگان مد نظرشون بود که هزینه‌ای نداره ولی دامنه رو خودشون ثبت نام میکنن و دیگه حالا براشون میخرم. البته هزینه هاست و دامنه رو خودشون باید پرداخت کنن، حالا البته ایشون هاست رایگان سفارش دادن، چون گفته بودم هزینه طراحی، یعنی طراحی کردن سایت رایگانه و هزینه هاست و دامنه گرفته میشه. این هم از سفارش این مشتری. یادتون باشه 2 تا سفارش رایگان دیگه مونده که میتونید انجام بدید، پس عجله کنید و یادتون باشه هر سفارشی که انجام بدم ویدیوش داخل پیجم میذارم یا داخل کانال یوتیوبم. پس همین حالا سفارش تا اون 2 تا سفارش آخر رو از دست ندید که رایگانه.